سلام، من سامانتا هستم. امروز میخوام بهتون بگم که چرا نباید از مرگ و دوری عزیزانمون بترسیم. یه روز ظهر داشتم توی اتاقم چرت میزدم که دوباره دچار فلج خواب شدم. اما برخلاف دفعات قبلی این بار خودم رو آماده کرده بودم، چون یه کتاب خونده بودم به اسم رساله‌ای در باب پرواز روح نوشته رابرت بروس. تصور کردم که یه طناب از سقف آویزونه و سعی کردم اون رو بگیرم و بکشم. بلافاصله حس کردم پاهام از بدنم در اومدن و شروع کردم به شناور شدن. آخر سر این بار که سر و ته توی اتاقم معلق شده بودم. اما این اتفاقی اثر جانبی داشت، چون برای مدتی عملاً نمیتونستم چیزی ببینم که دلیلش پدیده بود به اسم آسترال پانیک. البته گاهم برای یک لحظه اتاقم رو میدیدم. بالاخره سعی کردم آروم بشم و تمرکز کنم و تونستم به طور کامل از بدنم رها بشم. به طور افقی و به پشت روی هوا معلق بودم و توی یکی از لحظاتی که بیناییم برمیگشت دیدم که تقریبا رسیدم به سقف اتاقم، چون چراغ اتاق درست بغل صورتم آویزون بود. از اونجایی که حرکات خودم رو نمیتونستم به خوبی کنترل کنم، نشد که برگردم و ببینم که آیا جسمم هنوزم روی تخت خواب دراز کشیده یا نه. ولی بعد از کمی دست و پا زدن تونستم خودم رو به پنجره برسونم و اون بیرون سر و صدای کارگرا رو واضح میشنیدم. بعدش تصمیم گرفتم که برگردم به بدنم، چون خیلی هیجان زده و خوشحال بودم که خروج از بدن رو برای اولین بار تجربه کردم و میخواستم توی دفترم بنویسم و جشن بگیرم. اینه که خیلی راحت به جسمم برگشتم و بیدار شدم. از اون موقع ترسم از مرگ خیلی کمتر شده و از اونجایی که ترس از مرگ یکی از دلایل اصلی افسردگی من بود، افسردگیم هم خیلی بهتر شده. و بعدها هم وقتی که عاشق آیلین خودم شدم، همیشه میدونستم که حتی اگه توی این زندگی به هم نرسیم، بازم میتونم یه وقت دیگه دوباره آیلین رو پیدا کنم. پس حالا که این رو دونستید، امیدوارم خیالتون راحت شده باشه که شما هم یه روح دارید و روح شما محدود به این جسم و این زندگی نیست و هر اتفاقی هم که در این زمان و مکان بیفته، همیشه زمان‌ها و مکان‌های بهتری خواهد بود تا شما و آیلین خودتون هم دیگر رو پیدا کنید. ازتون بی‌نهایت ممنونم که من رو لایک، شیر و فالو میکنید. تا دیدار دیگه در عشق بمونید.